هر ناحیه میرفتم 4-5 کودک جانب بیاری. این کودک در خانه من نه پدر داره نه مادر داره، همش کشته شدگی، تنها است. چیکار کنم؟ زورم نمیرسد. بیار بیار بیار. تا حاضر یتیم پرورش کردیم. ما ساخته ایستادیم خانه‌های برای معیوبان از تولد شدگی. لیکن عقوبت چی میشود؟ عائله ها بدبخت میشوند. نه خود دیده دانسته ما آینده فرزند خود را بدبخت سازیم. من در شهر نایاب با من مراجعت میکنم وقتی از یک عائله 3 فرزند 4 فرزند و دعوت میکنم برای چی باشه؟ هر یک شما نمیتوانند در عربچه بعضنش در جاگاه یک جای خواب. برای چی؟ چرا بری چیکار کنم که وقتش پدر و مادرم اینم گهواره باش گفته اینم فلانچه را وای کرد کنی فایر دعوت پرتافته رفت مورا. مخصوصا جوانان من در نظر در قانون ما خیش تباری نزدیک هست تیپ خود را میسنجند. خودتان به دست خودتان بدبخت نسازید. من میفهمم حس میکنم در یک عائله که یک معیوب باشد، ببینید وای عائله چگونه احساس میکنند. هر روز یکی فرزندش در بالای جاگاه است یا یکی معیوب است چگونه احساس میکنند؟ خوشبخت است. در یک عائله تا 3 4 5 عائله بودند زمین نمیدادند برای بنیاد خانه اقامتی. در تمام 75 سال زمان شوروی به مردم 73,000 گکتار زمین داده بود. در زمان استقلالیت 130,000 گکتار زمین برای بنیاد خانه‌های اقامتی به مردم تقسیم کرده دادند. 130,000 قریب 2 برابر. ورزشگر شهر دوشنبه بیش از 1 میلیون اهالی دارد. باغ‌ها برای ترینکور برای وای کردن ما برای مردم کردیم. ما می‌بینیم صبح برای وقت می‌خیزن باغ‌ها خالی، بیگار نگاه می‌کنیم باغ‌ها خالی، میدانچه‌ها خالی، میدان‌های ورزشی خالی. تیم سلامتیتون نگاه دارین، قدم زنین، حرکت کنین. بسیار مریضی از بی حرکتی است. مخصوصاً مردمی که در آشیانه‌های بلند زندگی می‌کنند. این رو چیزها را گلگشت چیار برای گشتن است، برای حلاوت بردن است، برای سالم گردانی بدن است. صبح برهر خیستن فیض برکتش دیگر است یا نه؟ اینا همش برای شما. 12 باغ حاضر یک باغ کلان دیگر در نقشه داریم. همه اینا را ما بنیاد کردیم با شرط برای شما برای مردم و کردن. زیباگردانی من اهمیت میدم. نهالشنانی، سبزکاری. خب ما شما هم در یک جایی باید خدمت کنیم. رحمت بسیار. علاوه از 10 سال پیش خیلی فرق میکنند. آداب، مدنیت. شهر دوشنبه شهر بی خطر شبانه. اینا با سازمان‌های بسیار بین‌المللی با نفوذ. این خوب است. این شانه آداب و اخلاق مثلا دارند. بعضا نمودهای ورزشی است که عموما خراجات زیاد را طلب نمی کنند. سقابازی حالا همقدر زیاد لیکن مسابقه شان بگذارانیم فدراسیونش نمی یا تنیس اینقدر میدان‌های تنیس ما وای کردیم یا ولسپیدرانی در زمان شوروی تاجیکستان حدودش برای آماده کردن کماد یک چین سر آماده در اینجا شوروی مای میکردن. اگر باید باشد چی طرفی وادی وحش من فخرآباد چی طرفی چهارمغز شرشر ولسپیدرانو در زمان در تابستان بهار و تابستان وای میکردن مشق میکردن. یا که آبانبارهای ما درباره ورزش قایقرانی اینقدر آبانبارهای بزرگ هستند. بسیار نمودهای ورزش است که یا که ورزش سبو اینقدر تالارهای ورزشی داره بسکتبال والیبال نه اونقدر خراجات های زیاد شرایط ها مهیا است.
ما دیده دانسته تیار کنیم. شما بر این جوانان با ننگ و ناموس وطن دوست حس بلندی ملی داشته، بنیادکار، سازنده، صاحب دولت بودند، صاحب وطن آزاد بودند، وطن عزیز و چون تاجیکستان داشتن هر کس میسر نمیشه. استقلالیت یک روز نیست، فقط نهم نیست. ما الان در زمان که 30 سالگی زندگی کرده ایستادیم. برای چی یک جا نمیشه؟ من رئیس شهرم وقتی نوروز بود سپارش دادم که تشکیلات، مؤسسه، کارخانه دیگر هر یک عائله در اسباب موسیقی بعضا داریم. بعضا بچه‌ها باید دارن با گیتار یا رباب یا دوره یا تالک. برآمدیم رفیقا یا نزدیک خانه یا یک بار رفتیم شیشتیم، های کردیم، خرسندی کردیم. با چند نفر دیگه همراه میشد، تماشا میکند، گوش میکند، حلاوت میبرد. برای چی نه؟ ما با جهان، با زمان نگاه کرده، با واقعیت کار و فعالیت و زندگی کردن ما در کار. 10 ساله آب رفته ایستاده است. آب اوید به رشد استوار. این پیشنهاد تشبوس تاجیکستان. ما پیشنهاد نو کردیم. دایر به ایمن نگاه داشتن پیریخ‌ها. برای چی؟ 60% آبی آسیای مرکزی در حدود جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد. 60%. این حجم کلان. علاقه از 14,000 پیریخ‌ها 1000 پیریخ تماما نیست شد. 1000 پیریخ در 50 سال اخیر. آبشوی یعنی تیز آبشوی پیریخ‌ها بسیار سرعت پیدا کرده ایستاده است. این چی میشود؟ شما جوانان میدانید پیریخی بزرگترین در خشکی در جمهوری تاجیکستان است. پیریخ فیچنکه 76 کیلومتر درازی دارد. نه اینکه ملت تاجیک دولت تاجیکان را میشناسند، اعتراف میکنند در عرصه بین المللی. شما نیست با طرز خوانید که آینده باز هم از این بالاتر در عرصه بین المللی آبروی دولت و وطن عزیز و محبوب خود را بلند بردارید. کشاد روشن جای پنهانی نیست. میگوید که مارگزیده از بندی اعلی میترسده. دایم من بندی اعلی را بینم که میکنم مار است. مای شما را یک بار سالهای 90 سخت گزیده. صدها هزار 55,000 کودک عموما یتیم مانده. نمیپرسند فرزندی کی پدرت چیکار میکند و نمیکند. نمیپرسند. معلم آموزگار لکسیش هم میخوانند میرد. میتواند دانشجو گویا که مؤسسه را در 3 سال ختم کند، در 2 سال ختم کند، در 4 سال ختم کند یا در 5 سال ختم کند. خودش انتخاب میکند، خودش جستجو میکند، شب روز زحمت میکشد، کار میکند. ولی همین خیلی دیپلم نمیدیم. گپ درباره صفت هم میراد. از خود شما وابستگی دارد. جوانی تیز بگذرد مثل بهار تیز میگذرد، بعد افسوس میکنید که دیر میشود. دیگر مینک نمیکپد. بعضا جوانان ما چگویم سراسیمه هستند و بینید در دیهای درده است. اویلایی که هنرمند هستند، خواه بانوها باشند، خواه جوانان باشند، مردها باشند و بینید حتی کدبانوها چگویم هنرمند چقدر آبرو هستند، چقدر زندگی خوب دارند. در دیها، در ناحیه، در همه جا عزت و احترام دارند. در بین اهالی یا زندگی خوب دارند، عمری با برکت میبینند، با کسی محتاجی نمیکشند. بیشتر از این عملی شدن همین مقصد از هر یکی ما وابستگی دارد. در همین پروسس های جهانی شوی که حالا دنیا را فرا گرفته است، هست روندهای مثبت، هست روندهای منفی. انا از همان روندهای منفی خود را ایمن نگاه داشتن، انا راهی از همه ایمن نگاه داشتن همین است. بلند برداشتن سطح معرفت ناکه ملت، مخصوصا جوانان. یک جوان میتواند نام آبروی دولت را در عرصه بین المللی بلند بردارد. همین طور نیست؟ یا نه؟
همینطور است؟ افتخار میکنیم اگر یک ورزشکار ما در یگان جا غالب بیاد و پرچم تاجیکستان حتی اشک میریزانیم افتخار میکنیم. دولت حکومت امروز دستگیری میکند، از همه لحاظ میبینید من دستگیری میکنم، همه تشبس‌های جوانان را دستگیری میکنم. آینده دولت در دست شماست، در دست این نورسان جوانان امروز است. ما برای شما زحمت کشیده ایستادیم. فقط از شما خواهش میکنیم که خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. آینده وطن خود، دولت خود را صاحبی کنید، صاحبی کنید، بنیاد کنید. در عرصه بین المللی باز هم آبروی دولت و وطن عزیز خود را بلند بردارید.